باشن. البته در حالی که شوهر حق خودش به جا میآوردگی باشد، اینم فراموش نکنین. مثلا بسیاری وقت زنها اعتراض شکایت میکنن که فقط همه زنها رو میگین، مردا رو نمیگین. مرد باید که حق خودش به جا بیاره، نفقه زن میرسوندگی باشه، زن احترام میکردگی باشه، زن دوست میداشتگی باشه، زن تعلیم تربیت میکردگی باشه، زن در حمایش باشه، سر لباسش به جا مثلا تامین کنه، به خانه تامین کنه، به خوراک تامین کنه، فرزنداش نگاه بین کنه. مرد حق خودش به جا بیاره. خب دیگر گفته است که سلام دوملوی محترم، من یک دختر هستم، قرآن رو با آواز بلند میخونم و میخواهم خوندن، یک خیل وقتها همسایه ها میشنوند، آیا درست است؟ در اسلام در التماس جواب دهید. اصلا قرآن خوندن خواهر بسیار خوب است. خداوند همه خواهرها و مادرایی که قرآن میخونن خداوند صفشون را زیاد کنه در جامعه ما، در همه دنیا خداوند قرآن خوانها را زیاد کنه، خداوند عمر درازشون عطا کنه، خداوند برکتشون عطا کنه، که قرآن کلام پروردگار است. به قرآن اسلام نیست. گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. به قرآن اسلام نیست. قرآن مکتوبی هست، پاسپورتی هست که الله عزوجلال بر حبیب خودش فرستاد، پیامبر صلی الله علیه و سلم، او بر ما و شما را گذاشته رفت. این چی است که قرآن؟ اگر قرآن نباشه ما روز قیامت دعوا میکنیم که خدایا یگان حجت نبود، ما امر نهی را نمیفهمیدیم، حلال و حرام نمیدانستیم، بر ما هیچ کس نگفت، پیامبر گفتی، پیامبر فرستاده تو از دنیا گذشته شد، ما چیکار کنیم دیگر؟ زبان درازی میکردیم. الله عزوجلال قرآن فرستاد که تا قیامت یک حرف یو تغییر نمییابد، یک حرف یو تغییر نمییابد. در زمان زنده بدن رسول الله صلی الله علیه و سلم قل هو الله احد بود، امروز هم قل هو الله احد است، تا قیامت هم قل هو الله احد است. قانونای دنیا عوض میشه. اما وقت مثلا یک رهبری نو اومد، پیشینش با قانوناش دیگر میکنه، قانونای نو میبره، یا در دوام سال ببین چند بار این قانونای ما دیگرگون شید، انا اصلاح میکنن، بعضیش کم میکنن، بعضیش نیست میکنن، ازمینینی دپلینی گفته مثلا بعضیش تغییر میتن قانونا را وابسته به شرایط. اما قانون قرآن که قانون اسلام که قرآن است تا قیامت تغییر نمییابد. خواهر عزیز، در خانه باشی، در تریزه پوشیدگی باشه، خودت تنها بلند قرائت کنی درسته، یا در خانه خودت محرمات بشنوند درسته. اما آواز زن البته که برای بیگانه رو شنیدنش رخصت نیست. برای چی زن اذان نمیگه؟ برای چی زن قامت نمیگه؟ به خاطری که آواز زن عورت است، به خاطری که نماز جماعت برای زن نیست. وقتی که جماعت ندارن، وقتی که آواز زن عورت است، البته که باید که وقتی که اذان و قامت شعار اسلام که برای زنها درست نیسته، پس همون را بخونینم. در بین زنها درسته، امتحانا و مثلا مسابقه بین اختون درسته، در خاندان درسته، در حالت درس دادن درسته، در همه حالتها. اما در حالتی که مردای بیگانه آوازشون را بشنوند، این خوبی ندارد. و دیگر البته که خب نه آواز در حالتی هسته که مثلا زنها سوال جواب میکنن، رخصت های یک مثلا حلال حرام میپرسه درسته. پیامبر صلی الله علیه و سلم همه زنهای صحابه مثلا می اومدن مسئله را میپرسیدن، این چی است؟ رخصت است، درست است. لیکن گپ‌هایی که مثلا امروز تلفنی گپ میزنن، گپ‌های شهوت انگیز و گپ‌های بیهوده، این حرام است. اینا بدونه که حرام است که الله عزوجلال چی است؟ از حال شما بخبر است. خب دیگر گفته است که السلام علیکم داملوی محترم، به نهایت شما را دوست می‌دارم، التماس به این سوال من جواب دهید. شخصی که راستا ایستاده پیشاب میکنه چی میشود؟ اگر کرد گناهگار میشود یا نه؟ خب اصلا راستا پیشاب کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کردن، منع کردن. یک مرتبه حضرت عمر دید، یا عمر لا تبول قائما، ای عمر راستا باول نکن. راستا باول کردن ضرراش زیاد است. چیلچه همه مثلا میپره در سر لباس همه،
در اطراف میپره، همه مثلا که چیکار میکنه آلوده میشود. و رستو پیشاب کردن فقط رخصت است در حالت ضرورت. در حالت ضرورت، مثلا در حالتی که هست که مثلا میان درد است دیگه او شیشته نمیتونه رستو پیشاب کنه، رخصته. یا در حالتی که اگر او مثلا که بروک شبدر کنه، اگر مردم هم عورتی رو میبینن. یک روایت داریم حذیفه یمانی رضی الله تعالی عنه بیان میکند از پیامبر صلی الله علیه و سلم که پیامبر صلی الله علیه و سلم همین عمل کرد، این در ضرورت بود. راویای حدیث میگن پیامبر همچنان میان درد بود که وجع میگه زهر که دیگر میان خم نمیشید. بعضی راویا گفتن که در حالتی که ثبوتای قوم بود، جای پرتافتن مثلا که نجاست ها بود، مثلا موسی بود، اگر می نشست لباسو بی نماز میشه. دیگر سببش که مردما بودن اگر بسر تکی رو بدر کنه کشف عورت میشه. پوشاندن عورت از مثلا که زیر ناف تا زیر زانو این برای مردا فرض است، اما نشستن سنت است. فقط در حالت ضرورت میشه و رخصت ہے. اما ضرورت نباشه، مثلا که راستو درست نیست، می پیشترا بود مثلا باباهامون اگر با یاد داشته باشین مسافیدورا عصا داشتن در قشلاق جاها و کوهستانا، همون نوکای عصاشون باید آهن تیز داشت. همون به خاطر بود که در یگان جا اگر میدان دمیمون همون زمین اول میزد میکن خاکی میکرد و چی خاطر؟ به خاطر که پیشو چلچه نکنه. بعد می نشست مثلا اطرافش می پیشوند. خب یعنی در حالت ضرورت فقط باشه رخصت های، در حالتی مثلا که ضرورت نباشه نشستن سنت است. خب السلام علیکم دوملوی محترم. شخصانی هستن در اصلیه اهل علمن قاری قرآن می باشن. آنها با ما میگویند که از مذهب پیروی نکنید، فقط از پیامبر پیروی کنید. مذهب مثل ما انسان می باشند، پس ما چی کنیم؟ جواب دهید. خب این سوال دهنده محترم، اولا که شما به گپ اینها نکنین. مذهب این کسی که میگه عمل نکنین، این خودش البته که از علم بیخبر است. برای نام امام اعظم گرفتن، امام شافعی، امام احمد حنبل، امام مالک، اینها را برای نامشون گرفتن همه آدمایی که از اینها بیزارگی میکنن، گفتی همو برادرها که 7 بار دهن تا چقک آب قطع بعد نام اینها را بگیر. ولی شما نمیشناسین که ابو حنیفه کی است، نمیشناسین که امام شافعی کی است، نمیشناسین که احمد ابن حنبل یا امام مالک. هر یک نفر همین را اگر تاریخ اینها را انسان اگر که بخونه، به خدا قسم هر چقدر سنگدل باشید در دل دیگه آب میشه و آبای چشم جاری میشود. چه عذابها کشیدن. آیا همین امام اعظم احمد حنبل، امام مالک، امام شافعی از تورات گپ میزنن؟ نه. از انجیل گپ میزنن؟ نه. از زبور گپ میزنن؟ نه. چی از دلیل اینها؟ دلیل اینها فقط قرآن است و حدیث. هر کدام همین بزرگوارا گفتگیان که اذا صح الحدیث فهو مذهبی، وقتی که حدیث صحیح شد اون مذهبی من است. اگر مسئله که من گفتم به قرآن و حدیث باشه، او را گفته فضربوه علی الجدار، در دیوار بزن. خودی همین پیشوای همین آدمایی که به مذهب هستن، ابن باز و عثیمین که پیشوای همینا هستن، بسیار شخصیت های با اخلاق با ادب هستن. اینا به ادب به اخلاق هستن. ابن باز و عثیمین ولی در شرح همون ریاض الصالحین میگه که اینا 4 نفری هستن که تا قیامت هیچ مادر مثل اینها زاییده نمیتوند. البته درسته. بعد میگه و قال بعض حمقا هم رجال و نحن، بعض احمقای زمان ما. بعد میگه که امام اعظم مرد بود، من مردم. احمد حنبل، شافعی، مالک هم یک آدم مرد بود، من مرد. نیت خطا با او برابر نکن برادری عزیز. برای او را برابر کردن خود کسی با او برابر میکنه یا دیوانه های یا جاهل های یا از کبر و حسد و غرور خودش با اینو برابر میکنه. هر کدامی که در مذهب شافعی است یا احمد حنبل است یا مالکی است یا حنفی است، به همون مذهب پیرویتونه بردن بگیرین. هر چورش حق است، هر چورش درست است. در این باب
مثلا که خیلی 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 گپو زیاد هستن، یک موضوع علاقه است، به یک ساعت دو ساعت تمام نمیشه. مذهب در زمان صحابه هم بود. از صحابه حضرت علی فتوا میداد، حضرت ابن مسعود بود، حضرت ابن عباس بود، حضرت عایشه بود. مثلا میگفتن از بین امینا صحابه اختیار میکردن، به یک تیمم عمل میکردن. ما هم از بین اینها گپی چی است؟ امام اعظم میگیریم عمل میکنیم. چند نفر بدن فتوا میدادن، یک تاش میگفتن عمل میکردن. یا که همین مثلا یا که مذهب ندارن، یا هم فقط چی است همون میبینن چیزی که البانی گفته است گپی هم رو میگیرن، یا که دیگرش گفتگی است. یک کس مثلا انتخاب کردن با گپی کردن وقتی که موافق قرآن باشد، حدیث رسول الله باشد، حدیث صحیح، البته هیچ چیز یگان جای خطایی ندارد. شما با مذهب عمل کنین، انشاءالله که حقیقت هم هست. خوب دیگر گفته سلام علیکم بابا جان، ما در روسیه هستیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، با شکر الله ما از مغازین گوشت مرغ میخریم، میخوریم، اجازت هست یا نه؟ جواب ده. اگر خوردیم گناهکار میشیم. گوشت مرغ برادرای عزیز گوشت های هست که از مثلا دولت های اسلامی وقتی که اونها وارد میشوند، همش در همون تنش پیچت زدگی، پیچتی نوشتگی حلال یا صورت شمشیر است، نوشتگی که ذبح به طریق اسلام، همین ذبح کرده شده است به طریق اسلام. اگر همون مثلا از برادرای ترکیه باشه، اگر ترکا باشن الحمدلله مسلمان اهل سنت هستن، یا که از دیگر برادرایی که مثلا مسلمانایی که هستن از همونجا وارد میشوند، از همینجا چی است خوردنشون رخصت پیچت حلال داشته باشه. اما پیچت حلال نداشته باشه، مثلا که از دولت‌های غیر اسلامی باشه، غیر مسلمان او را مثلا که ذبح کردگی باشه، در اینجا بعضی هم فتوا دادن که مثلا که ذبح اهل کتاب بعضی چیز رخصت دادگی. اما احتیاط بهتر است. اگر شما با تقوا باشین، پرهیزگار باشین، نماز شب داشته باشین، لقمه حلال داشته باشین، از همونهایی که مثلا که غیر مسلمانی هستن و غیری که پیشت حلال ندارن استفاده نکنین بهتر است. فقط در ضرورتی که غیری همون دیگر چیزی نباشه و شما در یگان جنگل موندگی باشین، در این صورت رخصت خوردنش. خب السلام علیکم بابا جان، دخترانی که در فاتحه دیگر پسر هست اما با دیگر نفر با تلفن صحبت ها میکند، حکم این دخترها چی است؟ کمتر در همین مسئله روشنی اندازی تا که دخترها گوش اندازن. خب برادرای عزیز و خواهرای عزیز، وقتی که مثلا فاتحه میگیم در مردمی خدمت، فاتحه یعنی ابتدای توی، وقتی که ابتدا سر میشوه، پدر و مادر وقتی که رضایت میتن مثلا که برای دخترشون به یک کس دادن، از دیگر جانب خواستگاری میان، الکی ایگویا که قدم اولی برای توی، برای نکاح هست. شما نامزدی الکی یک نفر شدین، پدر و مادر راضی شدن، دعا کردن، در اوجه مثلا که طعام استفاده کردن، خیر صدقات کردن، برآمدن رفتن، شما با او درجه بی عقل، بی مغز، بی شعور هستین که یک کس نامزدتون کردن به مرد دیگر با زنگ میزنین، تلفن میکنین، مثلا گپویی که لازم نیست میگین. این نشانه همون است که در همون دختر ایمانش ضعیف است، خیلی ایمان ضعیف داره. خداوند جل جلاله زن خلق کردگی است و چیست برای یک مرد، برای چند مرد خلقش نکرده است. زن اگر به شرطی که قناعت به یک مرد، این دنیا همه نیست میشه، جزیر میشه، نابود میشه و همه، وقتی که خیلی رفتار باشه. وقتی که یک نفر نامزد شده باید که نماز تهجد بخونه، نماز شکر بخونه، دعا داشته باشه در حقش که خداوند زندگی خوب و نیکوش عطا کنه، زندگی به برکتش عطا کنه، فرزندای مثلا قرآن خوانون احترام کردگیش عطا کنه. وقتی که اینها در وجودش که نباشه، پس او چی زندگی میشه؟ همه زندگیشون سر میشه. یک مراتب اگر همون آدمی برای صحبت میکنه، تلفن کنه و مرد ببینه، او را مرد اگر یک ذره ناموس داشته باشه، ننگ داشته باشه، دیوس نباشه، اگر او یک قتلش کنن، به خیلی زن زندگی نمیکنه. خواهرای عزیزی رو بدونین، در لعنت غضب خدا خودتون گرفتار نکنین. شما وقتی که شوهر حلالی دارین، وقتی که شما را مثلا که نامزد به یک مرد کردن، با مرد دیگر صحبت نکنید مگر محرمت باشه.
مگر یگان ضرورت باشه، خشتبار باشه، گپ نه. اما با مردی که در اینجا نوشته است بیگانه است، در این باید شما باید چقدر احتیاط داشته باشین. امروز در تلفن بسیاری از آدم بعضی تلفنی گپای تلفن هم میزنن، میگه که تلفنمون مثلا که پتسلوش که دوره گوش میکنن، جاهای مخصوص گوش میکنن. بعضی مأموریت ها هستن گوش میکنن تلفن ها رو، مثلا که دشمن ملت و دشمن قوم و دشمن خلق حرکت میکنن که دشمن سیاست رو قپن بگیرن. اما شما نمیدونی که ما کرامن کاتبین داریم که راست چپ ده. تو تلفن نکنی هیچ که نمیبیند کرامن کاتبین شبن روزن تو را ضبط کرده سای. تو نمیدونی که الله ذوالجلال سمیع است و بصیر، هم شنوا است و هم بینا است. الله هر چیزی که تو میگوی میشنوه، هر حالت دکی باش الله تو را میبینه. الله حاضر و ناظر است. پس چطور با یک مرد دیگر مثلا که به ایمانی و به اسلامی کرده مثلا گپ میزنن؟ در این باب خواهرها بسیار احتیاط داشته باشین، شوهراتون دوست بدارین، احترام کنین، سخنهای خوب داشته باشین، کاری کنین که زندگیتون ویران نشه. اکثر همه زندگی مردم همه تاجیک هم میبینی هم ابتدای زندگیش به جنگ جنجاله، یا قهر میکنه خونهشون میرم، یا از چیزی ناراضی است، کشمکش دشنام حقارت. همین عمر جوانی نوزنی که نعمت بی‌بها است به همین وقوق بسیار میگذرد. بعد که پیر شدن دیگه، که پیر شدی دیگه، مرد پیر شدی دیگه، نه حوصله زن داره، زن نه پرویش داره دیگه. همین حالت جوانی را کاری کنین که نعمتی هستی، نعمتی بی‌بها است، زندگیتون به شیرینی ها بگذرونین که دیگه پشیمون نشین وقتی که پیر شدین. خب در این باب خیلی البته که سخنها زیاد هستن، اما برای آدم مسلمان انشاءالله که همه چی از کفایه است. دیگر گفتن السلام علیکم داملوی محترم. جین برآوردن مسلمان با سوره های قرآن میخونن اگر انسان جیندار مسلمان نباشه، این رو چی برای میبرارن؟ یا اینکه با آیات قرآن میشود جین اون رو برآوردن؟ التماس جوابه. جین برآوردن با آیات قرآنی البته که همون هستن رقیه شرعی میخونن، این البته که درست است و حق است. پیامبر صلی الله علیه وسلم هم خونده بودن. خب جین البته که هر کسی که بر سنت های پیامبر صلی الله علیه وسلم عمل میکنه، دائم و پاک میگرده، جین در او در آمده نمیتونه. برادر عزیز، دعاهایی که پیامبر گفته است به طریق مسنون، در آمدن خانه چی میگوید، در برآمدن خانه چی میگوید، در خوردن باید که بسم الله بگوی، مثلا که در خلاجو در آمدن چی میگوی، در برآمدن چی میگوی. اگر همین به طریق سنت انسان به جا بیاره، جین در او داخل شده نمیتونه. جین در حالت خنده قهقه داخل میشود. جین در حالت مثلا که آدم یک حرام میخوره یا فسق فساد میکنه داخل میشود. اما برآوردن جین به آیات قرآن رخصت است. اگر چیزی هم به همون خواننده مثلا که جین برای یگان چیزی هدیه میتین، مثلا که مبلغ میتن، این هم گرفتنش رخصت است. چنانکه در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که صحابه خونده بودن، همونای خونده بودن مسلمان نبودن. اینجا گفته است غیر مسلمان باشن، غیر مسلمان بودن، اما را خوندن با یک قول از 10 گوسفند تا 30 تا گوسفند، حتی تا 100 تا بیانش میکنن. همه تا گوسفند را گرفتن صحابه. وقتی که گرفتن اومدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم هم خبر دادن. پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان نهی کرد، منع نکرد، نهی نکرد، منع نکرد. یعنی یگان چیزی که تن مهنت شده بودن رخصت جایزه. اگر مثلا که غیر مسلمان باشه، باز بهتر شمیه که هم بخونه جین شبرو رو مخصوص حالت دعوت است که رو دعوت کنیم. همیایی که رقیه شرعی میخونن، التماس ما هم همین است که همین رقیه خانی خودش یک دعوت میشود. شما در وقت خوندن اکثرا هم آدمایی هستن به توفیق هستن، حتی به جین، به خدا، به پیامبر باور ندارن. وقتی که میبینن باور میکنن، شما رو دعوت کنین به دین، دعوت کنین به اسلام، دعوت کنین که از پس جهان دیگر است، دعوت کنین که یک زواد، یک فابریکه به بوغالتر، به حسابچی، به رئیس، به کارگر نمیشود. این دنیا، این جهان، آفتاب، ماهتاب، شب، روز، اینا به حساب به کتاب نیستن. این آبها، اقیانوسها، کوهها یا به حساب و به کتاب و به صاحب نیستن.
همه اینها را الله ذوالجلال ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بعد از آن از نعمتهای دادگیم پروردگار میگه شما را حسابات میگیرم. از هر یک نعمتی که خدا به ما داده حسابات میگیره. این چشم بینایی داده است ما، و این چشم بینا پرسش میکنی تو قرآن میخواندی؟ و این چشم بینا مهنت حلال میکردی؟ یا به این چشم بینا بدی که عمل میکردی به گفته های خدا و به گفته های پیامبر؟ به این چشم بینا علما را میدیدی؟ یا فقط چیزی مثلا که چیزای نامشروع میدیدی؟ به این گوش ها آیا که سخن خدا را گوش میکردی، سخن پیامبر؟ به این دست مهنت حلال میکردی؟ به این پاها به جای مشروع مسجد مدرسه میرفتی یا نمیرفتی، یا فقط به جای گناه میرفتی؟ همه اینها روز قیامت پرسش داره برادرای عزیز. برای همین در این باب باید احتیاط داشته باشیم. دیگر سوال از برادرای از خبر زنگ زدن، یک نفری یک مرده را یافتن، برادرای تاجیکه 7 ماه بعد یافتن، آوردن جنازه کردن، گور کردن. آیا جنازه همون درست هست یا نه؟ آیا رخصت هست یا نه؟ آیا که مثلا که بعد از 3 روز یافتن؟ در این باب معلوماتی. خب اگر بعدی مثلا که در کتابو بیان میکنند در زمستان در تگ زمین مرده تیزتر میپوسه، در زمستان، برای که در تابستان تگ زمین گرم است، بعضی ها تا 3 روز گفتن، در تابستان تا 7 روزه گفتن که بعضی مثلا که روز گرم است بیرون اما درون زمین سلخن است. این تفسخ خواب او تفسخ، اگر به شرطی که ورم کند همون مرده یا بود پره میشه یا پره شده باشه، در این صورت او را جنازه کرده نمیشه. اما امروزه هست که مثلا که مرده ها را در مثلا که مرگ میمونن، در اوج خلدلنیکو هست که میشه 1 ماه پس یا 2 ماه پس میارنش، مثلا او را جنازه کردنش درسته، برای که همه دست پا و کلا و عضوهاش هسته، ورم هم نکرده است. اگر به شرطی که مثلا بوی بدن که داشته باشه، در حالتی بوی بد داشتنشنی جنازش درست میشه. اگر به شرطی که مرده را یافتن در حالتی که شستش نمیشود، بدنش مثلا جراحت دارد که هیچ امکانیتی شستن نداره، پوستش ویران شده است، امکانیت نداره، در این حالت مثلا یک سون سفید در بالوش میکشیم و تیممش میدرونیم، جنازه کرده گورش میکنیم. اگر چند ماه بعدم که باشه، جسمش باشه مثلا دست پا و کله همش باشه، ورم نکرده باشه، تیکه تیکه پره نشده باشه، جنازش درست میشه. در حالتی که استخوان باشه و یا تیکه پره شده باشه، در این صورت دیگر جنازه کردن اون درست نیست. یا در حالتی که سری تنها را بیوان، جنازش درست نیست. یا در حالتی که تن یافتن و بی سر، در این صورت هم جنازش درست است. یا در حالت یافتن نیست، پاهاش یافتن دیگرش نیافتن، جنازه درست نیست. یعنی وقتی که جسم انسان اکثرش اگر بیوان، جنازه درسته، اما یک دست یک پا یا کله توقع باشه، این جنازش رخصت نیست. اما جنازه غایب با هست که در مذهب ما، اگر چندی که مذهب ما در ما نمیکنیم درست نیست، اما در دیگر مذهب رخصت هست. جنازه غایب هم پیامبر صلی الله علیه وسلم نجاشی وقتی که از دنیا گذشت، یک عملی هست که رسول خدا در تمام عمر اولین اخیران بار فقط 1 بار کرد، جنازه غایب خواند، جنازه نجاشی را خواند. مذهب ما با چی خاطر نمیخونه مثلا که رخصت نمیده؟ به خاطر که همین جنازه غایب مذهب ما بیان میکنه خاصی پیامبر صلی الله علیه وسلم بدانیم، یعنی عملی بود که خاصه رسول الله بود، برای همه نبود. پیامبر صلی الله علیه وسلم صحابه میگه وقتی جنازه نجاشی را خواندیم، همچنان گمان کردیم که همون نعش جسد همون نجاشی در پیشمون هست. پیامبر صلی الله علیه وسلم حضرت جبرئیل پرده را برداشتگی بود، جسم جسد نجاشی را میدید و جنازه شخون، اما این بعد دیگر کس میسر نمیشود کو، برای خاصه پیامبر از جنازه غایب در مذهب ما نیست. اما مالکی ها و مثلا که دیگر مذهب های دیگر میخونن برای رخصت و چی میگن؟ کاری را که عملی را پیامبر صلی الله علیه وسلم کرده است ما میکنیم، البته درست است، سخنشون هم درست است، دلیلشون هم درست است، خوندنشون هم درست است، اما ما مذهب حنفی ده رخصت نیست.